کسی هست؟ این کی باشد؟ در منزل باسمایی ما چی میکنم؟ همیان تلفن چیز و چاره ما همش در همان جا. باز زود نباشد. های 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 در اینجا چی کار میکنی؟ تو کی هستی برادر؟ دوستی نگرن؟ من چیکار کنم؟ اگر صدا برارم زن بودنم رو میفهمند و با کار قبول نمیکنند. با ما این طور نگاه نکن. هلی جواب ده. استاد به فکرم او گونگ است. تو گونگ هستی؟ استاد گونگ است. افسوس در حقیقت گونگ است. بیسرم تو در اینجا چی کار میکنی؟ او چی میگوید؟ نمیفهم. هیچ چیز رو نمیفهمم. من فهمیدم. کار میخوام. گرسنه است خوردن میخوام. های جای خالی داریم. استاد رو با کار گیره. ثواب است. مالش میگیرم. احمد او با تو امانت. خوب شد استاد. کنی هم از پی کار شوید. بیایید کنی بیایید رفتیم. من پی کار. تویی؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ تو رو انتظارم نیهان. چرا شب به خانه آمدی؟ در خانه دوگانه‌ام بودم. تو ما رو خیلی خواطر کردی. نخواست باوریم نمی آید. از آنها میپرسم جواب نمیدیم. سببگار این همه جنجالتون کیست؟ تو کی رو دوست میداری؟ از من پنهان نکن نیهان. بیا در این باره دیگر گپ نزنیم. نیهان اکرم؟ تو کیست؟ پسر اپم؟ من تو گفتنی دارم. چیزی برای گفتن نمانده است. همش تمام شد. نه تمام نشده است. مجبور مکن اکرم. این کار بازوری نمی شود. بازوری می شود. راگه مرا سرده. این چی رفت راست؟ او را به حالش گذار. و تو چی؟ چرا کار دار می شوی؟ درشم از اینجا. راگه مرا دیوانه کرده. ایسا همخی نکن. این کار بازوری نمی شود. هیچ کس نپرسیده است. درشم از اینجا. میکشم اولا. احمق نامرد. میکشم تو را. نامرد تو فقط خودت را فکر میکنی. با تو میبیم دیگر با اون نزدیک نشو. نکنه. تو را میکشم. فهمیدی نزدیک نشو. میکشم تو را. جنجال میکنه. بس کنه داخله. شب نمیداره داخل. بس کنه. بگویه. رفت توحید. خانم فراموش کردید. گیره تشکر. سرده بیتار مرا در نزد دوستاشم شرمنده کردی. حالا ایست.
تو نمیایی؟ نه من با بیمارخانه برم. از این واقعه خیلی غمگینم. نمیدونم چطور روزی شدم که به او خونه دور شوم. زیغ نشو. روی حقیقی آدمان رو دیده نمیشود. اما احتیاط کن. او آدمی خطرناک بوده است. خواهد نشو. اگر یکان گپ شد با من خبر است. مایلش. تو را طاهر یافته آورد؟ بله من در مکتب بودم. مادرم در کجا؟ در حجرهشون کی بود؟ با مادرم چیکار داری؟ باید با او همش رو فهمونم اپا. گوش کن نیهال، یگان چیز نگوی. اگر مادرم فهمند به طاهر میگویند آن وقت برای من همه چیز تمام میشود. میفهمی همه چیز. بس اپا بس. مگر نمیدید با اگه شما بچه ها گرفتار شدم با مادرم میگویم وگرنه دیگر برایش نگاه کردن نمیتوانم. ایست نیهال، نگوی، از برای خدا نگوی. سردیت نگوی. ایست. با شما گپ دارم مادر جان. تو با کدام رویت به نزدیک من می آیی؟ کنی مادرم را به حالش بذار. من یگان کاری خطا نکردم. تو چه انسان هستی ها؟ و پسری اپت عاشق شده ای؟ نه تو آدم نمیشوی. تو دیگر دختری من نیستی. شما حقیقت را نمیدونید مادر جان. حقیقت این است که نه طاهر پسری اپم نیست. جیانی من هم نمیشود. تو چی گفتی؟ اپم طاهر را به فرزندی قبول کرده است. این راست است رابعه؟ ما فرزندار نشدیم مادر. همه کار را کردیم. دیگر علاجی نداشتیم. چرا با من نگفتید؟ شما راضی نمی شدید مادر جان. آن وقتا در شرق زندگی می کردیم و از شما دور بودیم مادر. وقتی داشتم که شما نمیفهمید. حیفی تو رابعه. ما را سالهای دراز فریب دادی. طاهر چی؟ او حقیقت را میداند؟ نمیدوند مادر. تو حق نداشتی که طاهر را فریب دهی رابعه. فهمیدی؟ او باید حقیقت را داند. رفته همه‌اش را باید میگویم. مادر طاهر بعد از این قدر سال اگر فرزند خام بودنش را فهمد به من نفرت میکند. طاهر مرا هر هفته میرود. التماس برای چیزی نگویید. اگر گویید خودم رو میکشم. جنجال رو بکنید و در رو گشوید. اکی طاهر آمد. طاهر آمد؟ تو به حجرت را چرا دویم همه اتون مرا تو به حجرت را میگوید؟ در این خانه مرا یگان کس دوست میدارد یا نه؟ من میکشویم. شما خودتون رو به ترتیب برید. خوش آمدید خواهر زیلال. خوش باشید دخترم. مرحمت چینید. آمدنتان رو نفهمیدم موندیم. در رو با خاله زیلال بخوردم. با خبرگیری بیبی هم می اومدند. ها مادرت چه حال دارد دخترم؟
جان و طاهر فرزند خان بودنش را نگویید. اگر گویید خودم رو میکشم. مایش نمیگویم. حاضر نگویید لیکن پگاچ میدانم یک روز حتما میگویید. طاهر نباید در اینجا ماند. برای نیز فیروزه چیکار خوراک میپزی یوسف؟ چی میشد؟ نخود شوربا میپزم. تو یگان چیزی دیگر پخته نمیتوانی؟ او فقط نخود شوربا میتواند و خلاص. خیلی دیگر چی پزم آخی؟ از این نخود شوربای تو بذار شم یوسف. بیا نغمه نکن، وقتی خوراک نزدیک شده ایستاده است. یگان چیزی دیگر پز. معلش یک طرفیت میگویم. نمیستم یک طرف. ای یا توبه، تو کار شدی مگر؟ هم کار است و هم گون. او این طور باشه برای چی در اینجا کار میکنی؟ تو این رو از اوستا پرس. اوستا او را به کار گرفته است. وای کار کردن نمیتواند کش کنید رود. با این گونگ بیچاره کاردار نشد. کنی هم از پس کار شود. کنی راگر یک بار دیگر از پیش رو هم برایی خودت بد می شود. دیگر در خانه مادرت نمی ایستی؟ نه نمی ایستم. من باید کاردار نشوم، اما معلوم است که در بینتون نافهمی شده است. در مهمان خانه نزدیکترین برایتان جای گرفتم مادر جان. مرا به آنجا بر. زودتر بر پسرم. چرا به مهمان خانه خانم را بیا؟ شما هم بیایید با من در خانه گلول می ایستید. خیلی خوب میشد، اما نمیدانم مرا قبول میکرده باشم. او انسانی خوب است، مهمان را دوست میدارد. خیلی خوب میشود زلال. تشکر. تو هم با ما میروی طاهر؟ مادر جان زینب را تنها گذاشته نمیتوانم. چای گرم. مرحمت. چشی جان. چای گرم. روش میهویم. راحت جان. البته. اوستا این کار راست کجویو؟ قریب خیش بسرم میزد. یا خدا همینش نمیرسی. او تو چی خیلی انسان هستی ها؟ این خیلی کار نمیشود اوستا. تو چرا رو چشم دیدن نداری؟ با کردم چای گرم. یک طرفیست. تو چی خیلی مرد هستی ها؟ همین یک خلطچه برداشته نمیتونی. اگر نتوانی من میبردارم. تو در اینجا چی کار میتونی؟ بهترش رفتن لیباس شد. فهمو؟ یک طرف تو. این طول نمیشود داروگر. این باری چندم از پیش از را نگاه کنی نمیشه ربلا اینا بکار. تو کیرونو بکار میگویی؟ انا همین گونگ از تو بهتر کار میکنه. حاضر با تو نشان میدی هم. انا اکنون من با شما چیکار کنم؟ دو آدم کلان چیکار کنم؟ کنی گپ زنید؟ و همش او گناهکار است. دویمو در پیش پایم گشته خلال میرسوند. حتی یک خلطچه رو برداشته نمیتواند. از دوده یگون کار نمیبراید. نه گپ زنیش معلوم است نه کارش. کاری ساختمان وزنین است یوسف. کجایش وزنین اوستا؟ خوب اگر وزنین نباشد پس بیا تو هم کار کن. چون خوراک رو که تیار میکنم. این کارها رو باشد تو میکنی فهمیدی؟ از این پس چای و خوراک رو تو تیار میکنی. فهما؟
حالا ایست کار من به تو نشان میدیم. لباسهایتان را جمع کردید؟ جامدانهایتان را هم بردید؟ بعد این واقعه ها دیگر در آن خانه نمی ایستم. خودتان میدانستید که چنین می شود و شما گفته بودم. باز شرم نداشته گپ میزنی؟ اپا از این گریخته نمی شود. طاهر امروز یا فردا می فهمد. او پسر شما نیست. اکنون باید اینو قبول کنید. بهترش با خودتان گوید. هیچگاه نمیگویم. به فکرم بین تو و مادرت چی نفهمی شده است. نپرس لال، نپرس. درد من رو کسی نمیفهمد. چی طور از این مشکلی ها برآمدنم رو نمیتونم. زخ نشو رابیه. البته یگان علاج میابه. شکر کن که مادرت و خواهرت سلامتند. من چی؟ من چی کار کنم؟ برفینم در کجاست؟ چی کار میکنم؟ خبری ندارم. کنی یک چشیده بینیم با من هم ده. مگر این خوراک است؟ با تو معقول نباشد در طرف خونه رفته خود. تو خفه نشو. همین من. آفرین با تو جوان. احسن. خیلی خوب شده است. چای با مزه شده است. خوراکت با مزه شده است. از این پس با ما میمونی. فهمیدی؟ با ما میمونی. از پس کارت شو. تو حالا ایست. در برابر این کارها ما نباید پاداش انتظار باشیم. میگیرم انتقامی از مادرم رو میگیرم. رسم و آیین در برابر بین قوم ها و خانواده ها همدیگر فهمی را جاری نمایید، زیرا عائله
گپ زدن نمیتوانی، با کسی چیزی گفته هم نمیتوانی. گنگ هستی. اگر اوستا اینجا رو بیند تو رو دفع میکنن. فهمیده گیر. چاو. کاش تو رو در همینجا کشته میتوانستم. افسوس که نمیتوانم. این آخران مکتوبم به تو است توهیل. از این پس عشق را در درونم میبینم، اما میخواهم تو همش رو دانی. میدانم که برای اظهار محبت کمی دیر کردم. برای اینقدر وقت خاموش بودنم مرا ببخش. تو را بسیار دوست میداشتم، حالا هم دیوانه وار دوستت میدارم. میدانم مرا سرزنش میکنی، چی طرف میتواند خاله و جیانش عاشق شود، اما من خاله تو نیستم. مادرت هم مادر تو نیست. روزنامه‌ام نیست. برای من تنها طاهر وجود دارد. تا او را دیدنم فکر میکردم که با اکرم خوشبخت میشوم، اما نه. من در حیاتم تنها طاهر را دوست داشتم. یعنی دکتر برای همین با من جنگ کرد. واه بیناموسا، من بازی شهید دستی این دو بیناموس شدم. من به تو نشان میدهم طاهر، قصاصم را میگیرم. هر دویتان را میکشم، هر دویتان را، فهمیدی؟ همه این رو چی خیل جمع کردن؟ من از این گم چی خیل خلاص شوم؟ یافتم. از همه بیشترش اینجا را آتش میزن. آن را از کار پیش میکند، من باشم میمانم. اسکنی چی شد نهان؟ اکرم هر دویمون رو کشتن میخواهد. ایستا نهان، اونم شد باز. بیا با دلو میبرایم. آقای حامد، شما رو بید من میرم. فهمیدم، میلش پسرم. ای خدایا، باش چی گپ شده باشد. بیا نهان، خیلی اینجا شین. اول آرام شد.
کنی بگوی از کجا فهمیدی که اکرم ما رو کشتن میخواهد؟ از دیشب باز به ایست به من زنگ میزند تهدید کرد که هر دویمون رو میکشد. برای چی ما رو کشتن میخواسته است؟ چرا خاموشی گپ زن؟ طاهر من تو رو دوست میدارم. میدانم خاله، من هم تو رو دوست میدارم. تو منو نفهمیدی. من کسی رو دوست داشتم که یعنی من کسی رو دوست داشتم که نباید دوست میداشتم. نزدیک نشوه. نیهان طاقت کن چشمم برو کشون. نیهان نزدیک نشوه میپرونم. نزدیک نشوه گفتم. صداحت را پرتا دور شوه. خدا رو میپرونم. نزدیک نشوه. تاره درست بنده به ناموس خدا را شکر. راگر پسرا بردار. تشکر من نمیشم. زودتر خالی کن. زود باشد بچه ها. اینها رو با اونجا بند. کمک کن. بیسا رو بالای هم گذار. احوالش خیلی است. بیا طاهر احوال خالت چه خیلی است؟ جراحتش وزین است پسرم. خدا رو خودش نگه داشته. 2 تیر رسیده است. یکش سوراخ کرده گذشته است. یک توی دیگرش رو از دستش برآوردیم. انشاءالله صحت می شود. انشاءالله پسرم انشاءالله. اون آدم چرا خستی جانتان را کرد؟ چرا شما رو کشتن خواست؟ نمیدونم زینب. پسرم من بیاناتم رو دادم. تو هم در شعبه پلیس انتظارم. حاضر لباسایم رو عوض کنم بیرم. خب چطور آشپز کردیم ها؟ و من هم خورا برداشت شما هم ایستا ایتا
در بیاناتتان امضا گذارید آقای دکتر. اکنون میتوانم روم؟ اکنون میتوانید روید آقای دکتر. سلامت باشید. تشکر. ممکن است از دو یک چیز پرسم؟ مرحمت پرسید. اکرم، برای چی تو این کارو کردی؟ اول گویا که نیها زنده است؟ بله، وصیت میشد. تو به سوالم جواب ده. من نیها را خیلی دوست میدارم. اگر او را دوست میداری پس چرا پروندی؟ خبرگار این حادثه توی دکتر، توی فهمیدی؟ سببگارش منم. چرا برای من شده نیها را کشتن خواسته است؟ شما این مکتوب را از کجا یافتید اپا؟ من را از بین چیزهایت یافتم. تو چی کار کرده ایستاده این حال؟ اگر این مکتوب به دست طاهر میافتید میدانی چی گپ میشد؟ اپا التماس طاهر باید حقیقت را فهمد. این طور نکنید. چند مراتبه در این باره گپ زدیم. چند مراتبه؟ مگر من به تو نگفته بودم که به طاهر هیچ چیز نمیگویی؟ تو مرا دیوانه کردن میخواهی این حال؟ کیست؟ شما رو ناراحت نمی کنم. نه بیا دخترم گذر. خدا شفا دهد نیهال. تشکری زیاد زینب. احوالت خوب می نماید. طاهر گفت که جراحتت اونقدر وزنی نیست و در مدت کوتاه صحت می شوی. من از خودم دیده بیشتر برای طاهر خواطر شدم. شکر که به او هیچ چیز نشد. شکر که تیر به او نرسید، وگرنه نمیدونم چی کار میکردم. با مادرم خبر دادی دفعه؟ خبر هم که با سکته دل شوند. همین رو میخواهی؟ تو اینقدر دختری بی مسئولیت بوده ای. خیر، من اکنون روم، بعد باز می آیم. خدا شفا دهد نیهال. تشکر زینب، سلامت باش. من خودم میغون دارم. این رو به من ده. ببندی دخترم. ببخش زینب، ببخش. باری دیگر خدا شفا دهد. تشکر زینب. خانم رابیه، شما را یک دقیقه ممکن؟ دوش میکنم. میدونید لفافه این مکتوب به لفافه مکتوبی به طاهر آمده مانند بود. در جزدان نیهال از همون مکتوب است. مکتوب؟ چی؟ به طاهر مکتوب آمده است؟ بله، لفافه‌اش هم به این مکتوب مانند بود. لفافه ها میتوانم باید دیگر مانند باشد دخترم. تصادفاً همین خیلی شده است. خیر، من اکنون رفتم. تا بازدید دخترم. پسرم طاهر، همدردیم را قبول کن. تشکر خاله زلال. یعنی که شما فهمیدید؟ البته گلول خبر داد.
خدا را شکر میگویم که تیر به تو نرسید. زیر نشوید خانه زیبا، من خوبم. اگر به تو یکان چیز میشد من چیکار میکردم؟ گفتم که زیر نشوید، من خوبم. مادرم هم آمدند حاضر در نزد خاله. مالش، من هم به نزدشان میروم. من این موضوع رو محکم میکنم، تو باز میکشویی. امروز زینب دید پگاه طاهر از به اهمیتی تو روز همه چیز آشکار میگردد. طاهر رو با فیل بابای رسانده دم و روزی حتما حقیقت رو میفهمد. اپا حتما دمت رو گیر. اگر به طاهر یگان چیز گویی این دفعه خودم تو رو میپرانم. فهمیدی؟ خودم تو رو میپرانم. جانم را بلم آوردی بس بودگیز برم نمت رو میپسم نیحال. مادر ایسته، شما چیکار میکنید؟ مادر آخر او مجروح است. کاری بود که برای او شده تو رو میپرون طاهر. برای همین با نیحال جنگ میکنم. و تو یکون چیز نشود گفتا سخت ترسیدم. مادر آرام شوید، نیحال یگون گناه ندارد. برعکس پیشم رو گرفته حیاتم را نجات داد. طاهر پسرم، احوالم خوب نیست، سرم چرخ میزنم. مادر آرام شوید، بید این طرف. بذارید اینجا شدید. مادر جان آرام شوید. نیحال تو هم گریه نکن. یگان کار با جنجال حل نشده است. زیخ نشوید مادر جان. اکرم را دستگیر کردن، جزایش را البته میبیند. برای چی نیحال رو کشتن خواسته است؟ گویا که برای من شده. تو با او صحبت کردی؟ بله، اما خیلی کم. او با تو باز چی گفت؟ تنها همین قدر گفته توانست، چون که پلیس رو گرفته بود. نفهمیدم چرا برای تو شده نیحال رو کشتن خواسته است؟ منم نفهمیدم، لیکن فکر میکنم که سببش جنجالی در نزد مکتب کردم آن باشد، یا شاید بیمار است، چون که برای یک جنجال آدم نمیکشد. تشکر. ماشو همین دو باشم. نمیدونم. شاید اصلا اصلی به من. تو با من چی آوردی ها؟ این چه چای است؟ با من این نگاه نکن. رفته با من چای بیار. زود باش. زودتر. چی گپ است؟ چرا با او داد میزنی؟ چند بار گفتم کار خودش رو میکند. چای میگویم آب میارد. کار گونگ است، چیکار کنه بیچاره؟ ما کار دیگر ندارم که با کار گونگ اندرمان شویم. راه از اینجا. تو چه خیلی انسانی؟ اون نیز به پول احتیاج دارد. تو چرا دخالت میکنی؟ رفته کار خود از کن. حیوان جا شو از اینجا. جا مطرح بده بشکنم. حیوان شدن مرا. دستی مرا میگویم. های چی کپ است؟ چی کپ شد میگویم. مدار شما را آرانجام بشکنم. همین زودتر همه از پسی کارشان شوند. زودتر میگویم. رفته بچه ها تو هیچ شیر بچه روی خطی لوازمات خوراک شام را نوشتم. به مغازه خوراکواری رو فروشندش مرا میشناسند، به تو کمک میکنند. اگر با اونجا روم مرا میشناسند. تو چی مرا نفهمیدی؟ همه این رو تو از مغازه رفته بیار. او میخواد که من با جاش با مغازه رو هموستو. تو رفته کارت را کنی یوسف. این وظیفه اوست. تو با مغازه میروی. تو نترس رو، مغازه نزدیک است. با چی شده است؟ چرا با من کمک میکند؟ اگر این کس مرا شناست حالا بد میشود.
گوش میکنم برادر. یعنی تو از ساختمان اوستای اسماعیل هستی؟ مراد لبای این را گیر. چیزهایی در روی خط نوشته شده را آماده کن. خوب شده است. کمی انتظار شو. سلام علیکم. و علیکم السلام. زینب آمدی طاهر؟ بر وقت آمدم. در همه جا تو رو گفتم زینب. به هوای تازه بر آمدم. گفتن که به خبرگیری نهال رفتی؟ بله رفته بودم. چرا اون شخص نهال رو کشتن خواسته است؟ سببش رو فهمیدی؟ سببش معلوم. از نهال جدا شدن نخواسته است. او را دستگیر کرده به سود فرستادن. پس از آنجا با محبس میبرن. زینب با تو چی شد؟ هیچ. برای نهال زیق شدم. با کجا می روید؟ به نزدیک آقای کمیسر می روم پسرم. می خواهم فهمم که از برفین یگان خبر هست یا اگر یگان خبر پیدا میکردم کمیسر با من زنگ میزد. هیچ گپ نی. من خودم به نزدش می روم. خیر نقص مانه. او قریب که هر روز به نزد کمیسر می رود. خالای زیبا بیهوده کوشش می کنند. یافتن برفین دشوار است. مرحمت. برای کار. تشکر. همه‌اش رو آماده نمودم سردارم. مرحمت. اینجا بیا. و اسماعیل سلامم را رسان. سرم چرا گام نمیزنی؟ زبانات را خورده ای مگر؟ پیشت را نگاه کنی نمیشود آخه. کمی احتیاط کنید آخه. اینها را از کوچه نمیگیریم کو. خب هستی برادر و تو یگان چیز نشد. گیر. این همان دختر است. دختری که پلیس در جستجویش. بار آخر او رو در طرف خانه دیدن. لیک بعد از آن هر قدر کوشش میکنیم متاسفانه او رو نمیابیم. یعنی دخترم خودش را ترکاندن میخواهد. هم خود و هم دیگران را هلاک میسازد. برفین. سردارم درباره مژده به ما خبر رسید. او را در مغازه دیدم. کی دخترم را دیدن؟ زود همه آماده شوید. آماده اند سردار. ما میرویم. شما با بیمارخانه برگردید خانم جلال. وقتی که دخترتان را دستگیر کردیم به شما خبر میدیم. نه من هم میروم آقای کمیسر. او مرا مرده گمان میکند. وقتی که دید زود تسلیم میشود. رفتیم. زودتر باش زودتر. دخترم برفینم به نظرت میآیم. برای تو را بردن میآیم. چرا سوی بدن از پسم میگردد؟ آب نوشیدن میخوام. نه ناراحت نشو من خودم میریزم.
آبی بامزه. با فکرم او چی درد دارد. چرا اون مکتوب در جزدان نیهال است؟ زینب لبای طاهر درباره چی فکر میکنی؟ همین طور. غمگین مینمایی زینب، حالت خوب است؟ با نظرت نموده است، همش خوب است. من در شهر کمی کار دارم، برای یگان چیز بیارم؟ نه تشکر طاهر. از که اومدنی اون مکتوب رو باید فهمم. با فکرم این حال را جواب دادند. دفتر قیدهای بیماران حجره 301 را بیار. مالش حاضر میارم. خانم همشیره. بخیر است زینب؟ یگون گپ شد؟ خانم نیهال در حجرهش نیست. همه جا را گفتم او را نیفتم. خودش را خوب حس میکرد. او را جواب دادند. شما سراغش را میدونید؟ در دفتر قیدها نوشته شده است. اگر خواهی میبینم. خواهش میکنم. مکان گفته فروشنده همین جا سردار. آرام باشید، دقت جلب نکنید و بچه ها گویی که بینا را احاطه کنید. اطاعت سردارم. رفیق خان شما رفته اطراف بینا را احاطه کنید. اطاعت. رمزی تو راه را بند. دخترم در همین جور آقای کمیسر؟ بله، از روی گفته فروشنده در همین انشاءات کار میکرده. انشاءالله به یگون نقشی دستگیرش میکنیم. انشاءالله خانم زلال دستگیر میکنیم. چی شدنش معلوم نیست خانم زلال، بنابراین شما اینجا ماند. بایلش آقای کمیسر. با اینجا در اومدن من است. من از پلیس هم شیر بچه. پلیست؟ عمر عکس را نشان ده. در کجا بودنی این دختر را میدانی؟ شما او رو میکوبید؟ بله، نامش مژده. مژده؟ در اینجا کارگران زیادن، من نمیدونم، شاید استاد اونن. استاد شما رو ممکن؟ چی میخواهید؟ استاد یک دم اینجا میآید؟ حاضر میآیم. مژده زود گورت از اینجا. من میدانم که تو دختر هستی. پلیس تو رو میجوید. پلیس گفتی پلیس؟ بله خود تو گپ میزنی؟ بله گپ میزنم. پلیس در کجاست؟ در اومدگاه بینو. من او رو پسر گمان کرده بودم. حالا او کجاست استاد؟ کجاست؟ در آشخانه. شما همینجا مانید. از این طرف. شما خانم همینجا مانید. میلش پلیس
таслим шав мужа ва берун баро таслим шав با او صحبت کنید با او گویید که بیرون براید مایلش دخترم برفی این منم دخترم مادرم من نمردم دخترم و بیرون برو نزدم بیو برفی دخترم این دختر باز گریخته زود اطراف را محاصره کنید ای تو از سردارم برفی برای بردنت آمدم دخترم چرا میگریزی یعنی دختر بودنم رو میدونستی؟ بله. چرا با من کمک میکنی؟ در اینجا موندن نمیتوانی تو رو میوبند باید پنهان شوی. در کجا پنهان شوم؟ یگون جای پنهان شوی ندارم. بیا مادر جان زق نشوید مادر جان غریب دخترم رو میکشت برای که به من خبر ندادی رو بیا مادر جان برای بیمار بودنتان نگفتم الان بینید صحت شده است یگون شکایت نداره شد مادر جان زیق نشوید من خوبم چطور زیق نشوم غریب تو رو میکشت دخترم اکرم چرا این کارو کرد در این باره گپ نزنیم بهتر اما اکای اکرم شما رو برای اکای تایی رو دوست داشته نتون فرمان روشم اگر یک باری دیگر گپ زدنت رو شنوم زبانت را میبرم بشتر کنی از اینجا به حجرت رفت تو رو در اینجا نبینم دروغ است مگر گویا که نمیدونیم همش اینن همین خلق گلشن رو از اینجا از من بیزار شده باشید میروم به نزد دوگانم رو به نزد دوگانت میروی بوجت میروی به کجای میروی رو یا توبه به خدا این دختر سیرهایم رو خوش میکنند رفته بینید کی آمد حاضر من رفته میبینم مادر جان زینب سلام نیهال خوش آمدی شما رو ناراحت نمی کنم خیلی ناراحت بیا گذر در اینجا نیست زینب خوش آمدی خوش باشید خانم رابیه طاهر در کجاست من تنها آمدم گذر همین درست میستی ممکن است که با تو تنها صحبت کنم نیهال البته ممکن زینب مرحمت شین روز نیست تو رو گوش میکنم زینب من درباره اون مکتوبی که در جزدانت دیده بودم پرسیدنی هستم مکتوب؟ در بیمارخانه جزدانت افتید در اونجا مکتوبی رو دیدم که با مکتوبی عاشقانه به طاهر آمده خیلی مانند بود مکتوبی عاشقانه؟ بله یکی از اون مکتوب ها را پنهانی از طاهر خوانده بودم دختری که این مکتوب ها را به طاهر می نویسد کیست نیهال؟ یک دوگانه
او به تویر عاشق شده است. چند سال است که به تویر مکتوب می‌نویسد و از من خواهش میکند که آنها رو به تویر رسانم. خدای توبه، میدونی نیها من هم چنین تخمین کرده بودم. فکری بد نکن زینب. آن دختر خیلی ساده است و از صدق دل تویل رو دوست می‌دارد. من با اون دختر شناس شدن میخواهم. اینو ممکن است. او را حتی طاهر ندیده است. من او را دیدن میخواهم نیها. نمیشود زینب. او حتی از طاهر میگریزد، حتی خودش رو با او نشان نمیدهد، تنها از دو نگاه میکند و مکتوب مینویسد. خواهش میکنم مرا با اون دختر شناس کن. چرا با او شناس شدن میخوای زینب؟ چرا با او شناس شدن میخواهی زینب؟ اگر اون دختر در حقیقت طاهر را دوست دارد شاید او را خوشبخت کرده تواند. تو چی ها میگوی زینب؟ طاهر به من نیه بلکه با اون دختر خانه دار شده خوشبخت شود بهتر است. مگر همین طور خانم رو بیا. حیران نشوید، من هیچ گمان نمی کنم که از این بیماری نجات یابم. باور نمی کنم. نمی خواهم که طاهر با من بر این دختری بیمار خانه دار شود. من خوشبختی او را می خواهم. خانم را بیا. طاهر تو رو خیلی دوست می دارد زینب. زیخ نشو، صحت می شوی، با هم خانه دار شده خوشبخت می شوید. بخیر است انشاءالله که آمده باشد. تو آمدی پسرم؟ تو چی بکار نرفتی؟ بسید مادر جان میفهمونم. گذر مجده گذر. مرحمت دارایی؟ به خانه مهمون آوردم مادر. خوش آمدی دخترم. خوش باشد خانم. خوش آمدی. گذر مجده. مرحمت. بیا درو. گذر شین. شما گرسنه‌ای؟ رفته یکان چیز آماده کنم؟ خیلی خوب میشت مادر جان. حاضر پسرم تو با من بیا. بیا. این دختر کیست پسرم؟ یک رفیقم. پسرم این چه خیلی رفیق بوده است؟ یا اینکه دختر رو گریزوندی؟ فهمیدم. عروست رو به خانه آوردی؟ چی گویم پسرم؟ عاقبتش بخیر باشد. پدر و مادر خویش و تبار دارد. باز به سرمان یگان بلا نآورد. نه مادر جان هیچ چیز نمی شود. پروا نکنید. همش خوب می شود. پسری با اخلاقی من. عروس هم خیلی زیبا بوده است. چشم نرسد. چه خیلی عروس؟ مادرت چی ها میگوید؟ چی کار کنم مجده؟ مجبور شدم. بگذار همین خیلی فکر کند. چاره دیگر نداریم. در اصل چه خیلی که مادرم گفتن. یعنی خودت تنها چی کار میکنی؟ با کجا میروی؟ گوش کن. اگر همین جا مونی نادرست نفهم. یعنی با من خانه دار شوی اگر تو مدروکی تو دیوانه شده. خیلی خانه دار شوی. از من خفه نشم مجده. یگان نیتی بد ندارم. من تو رو دوست. گوش کن برادر، من با عشق و محبت کار ندارم. با من دیگر در این باره گپ نزن وگرنه حالت بد می شود. فهمیدی؟ من چی گفتم که تو با غضب آمدی؟ من یک کس رو دوست می داشتم. دیگر کسی جای او رو نمی گیرد. انسانی خوبی رفته با یکون کسی دیگر عاشق شد. مرا فراموش کن.
من تنها در فکر انتقام هستم و تا آخر عمر چنین خواهم ماند. انتقام؟ انتقام کی رو میگیری؟ انتقامی دوست داشتم و مادرم را. با اونها چی شده است؟ با کارهای من دخالت نکنی یوسف. از اینجا کوچیکنشان را یوسف به من نگفته بود. در درون نه مادرش است و نه یوسف. سارگان خونه نیز به کجا کوچیدنشان را نمیدانند سردارم. از همسایه ها پرسید، حتما نفری پیدا می شود که سراغشان را می داند. آدمانی محله را یک یک پرسش کنید. زود رئیس محله را جیب زنید. بچشم سردارم. با من بیا. و فکرم سراغش را کسی نمیدونه. حتما او را میابیم خانم جلال، لیکن وقتی زیاد را میگیرد. اگر خواهید شما روید. احمد. لبای خانم جلال را به بیمارخانه دارم. زحمت نکشید، من خودم میروم. لیکن به من گویید آقای کمیسر، آیا برفینم را میافته باشیم؟ زیخ نشوید خانم جلال، دیر یا زود او را میابیم. بیایید رفتیم خانم. یک نفر سراغ یوسف را میدونسته است سردارم. کی بوده است؟ آن همین رو دارم. سراغ یوسف را میدانی؟ میدانم. زود ما را آنجا میبری. فهمم؟ فهمم. استاد تشکر زیاد. نمیارزد آقای کمیسر. خوب برای کار میرویم. تو پلیس ها را نمیدونی. آنها از دو سر اینجا را میابند. اینجا مونده نمیتوانم. با کجا میرویم مجده؟ قرار گفتنی شخصی است. باید او را یابم. سراغش را بگوی، من تو رو به نزدش میبرم مجده. در کجا بودنش را نمیدونم، لیکن او رو جستجو کردن لازم. من به تو کمک میکنم، همراه میجویم. یوسف، تو با کارهای من دخالت نکن. سرت رو در بلا میگذاری. گفتم که من کمک میکنم، تو خواطر نشو. اول باید برای پنهان شدن یکون جوی یابیم. بیا دخترم، مرحمت. شین مرحمت دخترم. مادر، ما باید از اینجا رویم. برای چی پسرم؟ مادر، چه فهمونم؟ تو دختر را گریزاندی و میترسی که پلیس ها با جستجویت میآید. همین طور ما باید در یگانجا پنهان شویم. بیا زود رویم. ایستید، شتاب نکنید. من یک جایی بیخوف میدونم. اول یگان چیز خورده شکمتان رو سیر کنید. گیرید. زینب دخترم، در کجا میگردی؟ تمامی بیمارخانه را کوفتیم. زینب، تو در کجا بودی؟ ما را خواطر کردی. من به نزد خالت رفته بودم طاهر. چرا با من نگفتی؟ خودم تو رو میبردم. زینب جون دخترم، چی شد؟ و چرا گریه میکنی؟ زینب، چرا گریه میکنی؟ پدر، اگر ممکن باشد با طاهر تنها صحبت کردن میخواهم. مایلش دخترم، مایلش. پیش از آن که سبب رفتنم را پرسی، من خودم به تو میگویم. من برای آن مکتوب ها رفته بودم. برای مکتوب ها؟ من میدانم که در مکتوب های به تو آمده چی نوشته شدند. زیرا بیخبر از تو یک دوش را خونده بودم. خونده بودی؟ بله طاهر، میدانم که این کار خوب نیست، اما مرا ببخش. بشکن زینب، من حتی نمیدانم که این مکتوب رو کی به من میفرستن. آنها برایم اهمیتی ندارن. میدانم، خالت همش رو به من نقل کرد. یک دختری بوده است که تو رو بی نهایت دوست می‌داشت و سالها باز به تو مکتوب‌های عاشقانه می‌نوشته است. به این مکتوب اهمیت نده زینب، چون که آنها با مناسبتی من و تو خلل نمی‌رسونند. امروز در بیمارخانه در جزدان خالت یکی از آن مکتوب‌ها رو دیده حیران شدم. در جزدان نیال؟ بله طاهر. طاهر با کجا می روی؟ به خانه بیبی روید. در آنجا کسی شما رو نمی‌یابد. التماس مادر جان، سراغش را یابید.
میابم پسرم میابم. ای خدا کجا زودتر یابید خانم، پلیس ها حاضر رسیده میآیم. پیش از به خانه در آمدن همه راههای کوچه را بند. خوب شد از سردارم. رفتیم. 2 نفرتون در سرسوی کوچه ایستید. اطاعت. انا سراغشون رو یافتم. خیلی خوب. رفتیم یوسف زودتر. خودت رو احتیاط کن پسرم. عروست رو هم احتیاط کن. احتیاط شوید مایلش. یوسف خدا مددگارتان بود پسرم. خودتان رو احتیاط کنید پسرم. یوسف پناهتان بخدا. زودتر یوسف رفتید. چه شد مژده؟ یگان راهی دیگر نیست. از در قفا میبرم. زودتر در را کشاید. پلیس به این طرف بیا. زودتر بیا خیز دم. رفتیم. تسلیم شو مژده. نجم گفتم نجم. گریز مژده. مادرم را سکته دل کردنت کم بود که باز طاهر را از نامزدش جدا میکنی. شرم دار. زینب دختری به طاهر عاشق بوده را پرسجو دارد. اگر فهمد که آن دختری عاشق تو هستی تصور میکنی که چی میشود؟ تصور میکنی؟ بس اصفا کفایه. یک افرو توتی بر این تکرار نکنید. بیزار شدم. البته بیزار میشوی. بس کنید آخیره بس کنید. ای بس. مادر این دختر مرا دیوانه میکند. زینب مکتوب‌های به طاهر نوشته‌اش را خوانده است. مادر جان بیا پسرم. خوش آمدی پسرم. بیا پسرم. خوش باشید بیبی جان. سلامتیتون خوب است؟ خوبم پسرم خوبم طاهر جان. تشکر. شین. تشکر بیبی جان. بیبی جان مرا با دخترانتون تنها میگذارید؟ با آنها گپ دارم. مایلش پسرم. اکنون با من فهمید چون که از بحثای بیپایانتان بیزار شدم. گپ زنید. طاهر یک موضوع بین من و خواهرم. طاهر تو به این کردار نشو. التماس پسرم. از من پنهان میکنید؟ مایلش لیکن روزی میرسد که همش آشکار میگردد. نهاد در آخر زینب هم از مکتوبا آگاه شد. عذر میخوام طاهر. پس چرا آنها را دایم همراهت میگردونی؟ گوش کن طاهر. من میگویم پسرم آن دختر مکتوب آخرینش را به نهال داده بود. نهال باشد فراموش کرده است که
آن را به تو دهد. دیگر آن مکتوب رو دیدن نمیخواهم. رفته با آن دختر گوی که دیگر نفرستند. اگر نفهمد من خودم رفته میفهمونم. راست میگویی پسرم. میدانی سبب جنجال من و نگاه هم همین بود. زینب نباید از مکتوبا خبردار میشد. خدا نشان ندهد قریب سبب جدا شویتان میگردید. با شما باور نمیکنم مادر. سبب جنگتون این نیست. شما چیزی رو از من پنهان میکنید. چی رو پنهان میکنی پسرم؟ خوش یوسف. من همه چیز رو گفتم. برای چی من رو در اینجا نگاه می‌دارید؟ کنی بگوی با تشکیلات چی علاقه داری؟ من یگان خیلی تشکیلات رو نمیدونم. با شخصانی گفته‌تون علاقه ندارم. پس مژده چی؟ مژده در کجاست؟ چرا شما یک سوال رو توتی برای تکرار میکنید؟ من نمیدونم. گفتم دروغ نگو احمق و ما راستش را گوی. اکا به خدا قسم راستش را میگویم. ابله مادامی که چنین است برای چی دختری را که نمیدانی و نمیشناسی به خانه اتان میبری؟ تو چی به عقلی مگر؟ گوش کن دادر، اگر نگویی خودت را از بلا رها کرده نمیتوانی، حیاتت را برباد میدهی. اکا من یگان کاری خطا نکردم. تنها او رو دوست داشتم. او رو حمایه کردن خواستم آقای کمیسر. تو به چی خیلی دختر عاشق شدی شیر بچه؟ تو میدانی که او یک فدایی است. فدایی است گفتید؟ البته او فدایی است. حالا اگر ما او را دستگیر کرده نتوانیم هم خود و هم چندین آدمانی بیگناه را به قتل میرساند. نمیدونستم. فدایی بودنش رو نمیدونستم. اکنون فهمیدی. اگر به کجا رفتن مژده را نگویی تو هم با جرمی هم دستی با جنایتکار گناهکار دانسته میشوی. با من گفت که قرار رو یافتن میخواهم و باید حتما به نزد او روم. در کجا بودنی قرار او به تو گفت؟ نه آقا کمیسر، دیگر هیچ چیز نگفت. تنها همین رو گفت که به نزد قرار گفتنی شخص میروم. فهمم. خطا نکردیم. اگر مژده و قره با هم یک جا شوند عملیات عملی میگردد. پیش از واخوردنشان باید یکی از آنها را حتما دستگیر کنیم. اکنون من در این شهری کلان چیکار کنم؟
مرحمت با اشنوی خام. خیلی گرسنم اما پول ندارم. آقای پیش خدمت حساب را می آورده؟ حاضر خانم. دوست را داره. نگوره ایس گفتم یک چیز میپرسم ایس گفتم ایس با من گوی آقای قرادر کجاست؟ آقای قرادر کجاست گفتم؟ کنی او رو سرده گفتم میپرونم. تو کیستی؟ از او چی میخوایی؟ من آقای قرار رو میجویم. احمد؟ ما رو شناختی احمد؟ من دوگونه اپای جمیله برفین. نخود نشناسم اپای برفین. شما قهرمان تشکیلاتت نام رمزیتون هم مژده است همین طور نه؟ مادامی که کی بودنی من رو میدونی پس تو هم آدمی تشکیلاتی. البته در کوه بودم به شهر فرستادم. احمد من آقای قرار رو میجویم تو جایش رو میدونی؟ میدونم. زودتر من رو به نزدی او بر. من سراغش را نمیدونم اما سردارم مو رو یافته میتونم. بیا رفته آقای قرار رو یابی. یک دقیقه تو چی کار کردی؟ آگیر خیر از پسی کارت شو رفتیم اپا. نیهال صحبت کرده میتوانی؟ طاهیر؟ نیهال التماس همه اون چیزی رو که از من پنهان میکنید دانستن میخواهم. از تماسهای جنگایتون بیزار شدم. برای چی نمیگویید؟ شاید همراه راهی حل مشکل رو یابیم. میابیم. طاهیر این راهی حل ندارد. فقط کمی درست رفتار کنیم همش میگذرد. گوش کن طاهیر. شاید پس از سخنانی با تو گفتم از من نفرت کنی اما دیگر این رو پنهان کردن نمیتوانم. بخوام. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های گنجایشی گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کولاب، رشت، ولایت سوخ، شهرهای خوجند، پنجیکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. در مرکز سلامتی طبی جنوب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می‌نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های فشار بلندی، دیابت قند، جلغت، استخوان‌راز، چورای ستون‌نوره، بادخورده، بیزوریاتی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، سنگ گرده‌ها، درد معده، حباب، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، قیمری، برانکیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها طبابت کرده می‌شوند. نشانی ما محله 46 کوچه جامع 9. تلفن ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99. پیراهن تقدیر
سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانیده شد.